السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشقان مدرسه محمدی و مهمانان خانه خدا و عاشقان اهل بیت رسول خدا، اولا همه شما را به این روز مبارک، روز عبادت، روز بهترین روزهای هفته، روز اجابت دعا، تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند مهربان برای شما تن صحتی و خاطر جمعی و عمر دراز و تن صحت خواهانم، و خصوصا برای جوانایی که بیمار هستند و جراحی شدند از دوستان ما و عاشقان اهل بیت، برایشان از خداوند مهربان به حرمت امروز، به حرمت خون شهدای کربلا، شفای کامل و عاجل خواهانم. و خداوند شما را عزیزانی که به خاطر محبت محمد و خاندان محمد و به خاطر حسین و خاندان حسین و به خاطر زینب به اینجا تشریف آوردید، از خداوند مهربان عاجزانه از این منبر رسول بزرگوار سید الاولین و الاخرین، سردار اهل بیت نبوی، اجر جزیل و پاداش بزرگ و شفاعت اهل بیت برای همه ما و شما رسیدن را خداوند نصیب سازد. و ما و شما را از جمله عاشقان و مخلصان و محبان و شیفتگان حسین و خاندان حسین تا لحظه آخر عمر و تا روز به قیامت بگرداند. خداوندا چگونه که با شهادت حسین و با قیام حسین امت اسلام از خواب غفلت بیدار کردی، خدایا امروز هم التماس دعا میکنم، زاری میکنم که امتی در غفلت رفته مسلمان ها را اسلام از نو بیدار گردان. پروردگارا دست ظالمان و ستمگاران را از بالای مظلومان و از سرزمین ما مسلمانان کوتاه گردان. پروردگارا حکم قرآن را در روی زمین حاکم گردان و اسلام عزیز بر بالای دیگر دینها غالب بگردان. پروردگارا این بندگان تو که به خاطر حسین و به خاطر محبت او، عشق با خاندان او از راههای دور و نزدیک امروز در این محفل نورانی و مع الاسف غم انگیز حسین علیه السلام شرکت دارند، خدایا هر مراد و مقصود که داشته باشند و مقصودشان رسان. آمین. هر باره که به منبر میبرم
با خرسندی، با چهره نورانی، با لبهای پرتبسم هم از جانب خود و هم از شما را میبینم خوشحال میشوم. اما امروز از سبب آنکه چند روز باز فقط شهادت جانگداز حسین و تاریخ او را میخوانم، شادی و خرسندی را فراموش کردم. به جای شادی در لبهای من گاها گاها نشانه های غم و در چشمانم قطره های اشک جاری می شود. خصوصا لحظه که حضرت زینب از نزد جسد بیجان برادر عزیز خود، از نزد جسد بیتن او گذشته و شیهه فریاد جانخراش کشید، قلب من پاره کرد. خداوند در این مصیبت و همه امت اسلام و عاشقان اهل بیت و برای من هم خداوند صبر و ثواب جزیل نصیب فرما. خوب قضا الهی بود است، ما به همش راضی هستیم. امروز روز 8 ماه محرم است. خوب به بعض حساب ها شاید 7 باشد. در روز 10 ماه محرم که روز جمعه برابر آمده بود، سال 60 هجری، حادثه ننگین در تاریخ اسلام و حیات مسلمانان رخ داده بود که امروز هم ننگ آن فراموش نگشته است. این شهادت جانگداز نور چشم پیغمبر بزرگوار و گل زیبا و خوشبوی باغ محمدی حسین علیه السلام بود. از سبب آنکه جمعه آینده دیر می شد، من این جمعه را برای شما عاشقان اهل بیت خاص کردم برای عاشورای حسینی و برای بیان تاریخی کوتاه حسین و این چنین تاریخی زینب سلام الله علیها. با اجازه شما و با فضل خداوند صحبت خدا آغاز میکنم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها إن الله غفور شكور. صدق الله العظیم. این آیه مبارکه از سوره شورا هست. خداوند در آیه ما قبل او جنت و زیبایی‌های او و نعمت‌های او را بیان می‌سازد و در این آیات اعلام می‌کند که این جنت با این زیبایی‌هاش جای استراحت برای کسانی است که ایمان آوردند به خدای خود و به محمد صلوات ربی و سلامه علیه و موافق به ایمان و موافق به عقیده خود عمل صالح هم انجام دادند و خداوند به پیغمبرش خطاب کرد و سفارش هم داد که حبیب من به این بندگان من بگو و به این پیروان قرآن تا روز قیامت اعلام کن لا اسألكم علیه اجرا، من به خاطر تبلیغ رسالت و به خاطر راهنمایی شما و به خاطر سعادت شما رنج و زحمت زیاد کشیدم و در عوض این تبلیغ این رنج از شما نه پول طلب دارم نه مکافات طلب دارم نه یگان نفع دنیوی. آن چیزی که در مقابل این رنجهای کشیدی من از شما میخواهم این است که خاندان من دوست دارید، اهل بیت من دوست دارید و خویشی من قرابت من رعایه کنید. یا الله، خداوند در اینجا به تمام بندگانش سپارش داد ایستاده است دوست داشتن خاندان محمد صلوات ربی و سلامه علیه. این آیت دلالت میکنه که دوست داشتن اهل بیت پیغمبر و خاندان پیغمبر فرض است. وقتی که این آیه مبارکه نازل شد که در روایت حاکم هم هست، امام احمد هم هست، ابن ابی حاتم هم هست، طبرانی هم هست روایت میکنند، اصحاب پرسیدند که یا رسول الله من هؤلاء قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم، همون خویشاوندانی که خداوند برای ما فرض گردانید دوست داشتنشان کدام ها هستند، کیا هستند؟ اصحاب در مسجد پرسیدند. حضرت فرمودند علی و فاطمه و ابناهما. او خویشاوندانی که خداوند در این آیت شما را تأکید میکند علی هست، فاطمه هست، حسن و حسین است علیهم السلام. اینهاست. شما اینها را دوست دارید، اینها اهل خاندان منند، اینها اهل بیت منند. حتی در روایت دیگر که این هم حدیث است، این ترمذی تصحیح هم کرده است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم
وزع على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. حضرت ردای مبارک داشتند. حضرت امام حسن و حسین در پهلوشان شناندند، در پیششان آغوش کردند تا اینکه از این دو گل خوشبو بوی فارم خوش مشامشان در رسیده ایستاد. علی را شناندند، فاطمه را شناندند، ردا را بالاشان پوشاندند. گفتند خدایا اینها خاندان منند، اینها محبوبان منند، از اینها پلیدی ها ناپاکی ها را دور گردان و طهرهم تطهیرا. این بود حسین که آخر با دست امت او، امت جد او، بابای او، مظلومانه به قتل رسید. ماه محرم ماه شهادت امام حسین است. ماه محرم ماه ایثار و انقلاب است. ماه محرم ماه امر معروف و نهی منکر است. ماه محرم ماه بیدار کردن امت اسلام است. حسین کی بود عزیزان من؟ حسین که پیغمبر دربارش فرمیدند حسین منی و انا من حسین. حسین ای من است، حسین جان من است، من از حسین. حتی در روایت صحیح فرمودند هما ریحانتای من الدنیا، حسن و حسین دو گل خوشبوی من از دنیا هستند. آخر عزیزان من ببینیم حسین کی به دنیا آمد و در کجا عمر مبارک خود گذرانید و کی به درجه عالی شهادت رسید. کوتاه بیان میکنم به خاطر که سالهای گذشته تفصیلش گفته بودم. در سال 4 از هجرت ماه شوال بود. در خاندان علی و فاطمه طفل به دنیا آمد. حضرت علی پیش از آن که حسین تولد شود در مسجد دعا می‌کردند. وقتی که دردی وزنینی زایمان به فاطمه سلام الله علیها پیدا شد، علی طاقت نداشت که درد کشی فاطمه رو بیند. مسجد رفت، رو به پروردگار خود کرده دعا میکرد خدایا این درد برای فاطمه آسان کن و فرزند زیبای او را سلامت به دنیا بیار. لحظه علی در مناجات بود که صدا را فضا را، صدای سیوانچگیری فرا گرفت. از علی سیوانچه گرفتن که در خانه تو طفلی پسرچه به دنیا آمد. رسول اکرم به خبر رفت، حضرت آمدن، این طفل زیبای خود در آغوش گرفتن، او را تحنیک کردند و براش نام حسین گذاشتند. معلوم شد که حسین در ماه شوال، انیختر در 5 ماه شوال در سال 4 از هجرت چشم به این عالم هستی گشادند. ایام طفلی او در مدینه منوره در خاندان نبوت و وحی گذشت. حسین وقتی که به سن 7 سالگی حالا نرسیده بود که مرگ جانکاه، مرگ
رسول بزرگوار باباش خاندان فاطمه را ماتم سرا کرد. حسین دیگر همیشه